سلام از هیمنم 11 ساله کلا برنامه‌نویسی هستم. پلیلیست چکم در مورد آموزش گیت و ویدیو 4 میبینم. اول سامری یک در مورد ویدیو قبلی بشنیم، بعد هنی سراغ جلسه 4 من که در مورد گیت برنچ. من گوتنی چه ویدیو قبلی در واقع جلسات قبلی گوتنی گیت چیه؟ گوتنی گیت ورژن کنترل سیستم هست. خب از چه کار مته؟ سو بحث هیستوری اخوزن، سو بحث چنج ترکینگ گوتنی گیت فقط در واقع به کار برنامه نیست نه. اشه که تو مثلا ساب داره کوی اشه که هر کاری بکی در واقع گیت چه استفاده کی قابلیت گیت استفاده کی قابلیت هیستوری از چنج ترکینگ و کل کارهای دیگه انجام داده. بعد در مورد گیت ریپوزیتوری گپ کنیم. گفتم در واقع فضای اسپیسی که کدام ارتباطی قرار داره. در مورد ورک فلوی گپ کنیم. گفتم من در واقع سه بخش خانیم. یه ورکینگ دایرکتری استیج و ریپوزیتوری لوکال ریپوزیتوری خانیم و ریموت ریپوزیتوری خانیم. گفتم پیش چه دستورانه از ورکینگ دایرکتری ان استیج و ریپوزیتوری در واقع فایل که ورته گیت قرار داره ترکینگ اول آن ترکینگ در ترکینگ به دستور گیت در واقع اد در واقع ورکینگ دایرکتری ارات استیج بعد به کامیت او موید استیج ارات لوکال ریپوزیتوری به گیت پوش در واقع از لوکال ریپوزیتوری خاشنی ریموت ریپوزیتوری. ما در مورد گیت ریموت چی گپ کنیم. گفتیم پوینتر به آدرس و در مورد یه سری سرویس هاش گپ کنیم که در واقع با قابلیت گیت ریموت دادن و گلک امکانات دنه خانه فیچر دنه خانه شکل اون استفاده کنیم. گیت لب گیت هاب بیت باکت اجور دواسا و توشته دنه. همین جلسه آغازنی در مورد گیت برانچ گپ کنیم. حالا گیت برانچ چیه؟ چه سراغ گیت برانچ دنیم. گیت برانچ فرض کرد پروژه از در واقع کار دکم. پروژه فرض کرد پروژه شاپینگ دکم. از کار دکم گلک همکاره میشه کار دکم. خب یو در واقع مخازن اوی شاپینگ ها توش یک اضافه کنی فیچر یک اضافه کنی. خب این فیچر ها چیه؟ مثلا نزانم فیچر یک در خوزنی مثلا دیسکانت سا مثلا فرایدی هالیدی اضافه کنی. خب کمپانی تصمیم نگرفته بیا انجام بده یا نه. خب با فیچر که اخوزه در واقع انجام باید مشخص اجرایی باید یا نه. اگر وی کدا از در واقع گوی دیولوب کنم دیولوب کمو کار انجام دیولوب بکم کار انجام کامیت دکم. خب مشکل چیه؟ مشکل باید که از کد خشن نکن مرته لوکال خط داگرم که خب تو لوکال خط کامیت دکم ادکم آماده. خب اگر بشیم مثلا در واقع لوکال ریپوزیتوری که اوکی، اما لوکال ریپوزیتوری درست نه. اگر بشیم مثلا ریموت ریپوزیتوری. خب ریموت ریپوزیتوری ما برانچ ریپورتر خاطریم به اسم میل. خب اگر بشیم مثلا یهو فرض که مثلا یهو بیژن وی فیچرها نمون. خب اگر بشیم مثلا گیت در واقع ریپوزیتوری در واقع ریموت ریپوزیتوری مشکل ایجاد ده. فرض کنم مثلا کل کار که من یو آغازم کنسل کنم کل کامیت ریخست من کل فایل آغاز کنم مثلا فایلم کثیف ده. خب و در دنه فایلان بررسی کنم ببینم چه اضافه چه کیمه و کار درست نده. خب گیتیم توش تمیز ورنا که در واقع اگر از هر دنه فایلان بفکرم چه توشته موضوع فیچره دردسر ده. پر فرض که ورته تیم 7-8 نفرش کار دکن و توشته نشدنیه. خب پس بهتره از در واقع شاخص بگیرم
اصلا نجم برانچ بگیرم من برانچ مین کار انجام بدم اگر خواستن عملیاتی که برانچ در واقع برانچ جدیدی خواه شاخه جدیدی خواه به مین مرج کنم این مثلا مین اگر نخواستن که برانچ مدمین او در واقع های پس فهم کنیم که گیت برانچ چه کاره مد در واقع از یه سری موارد دنجی دلیلی که استفاده کنه گیت برانچ رژیم هنی در واقع سراغ داشته دینه در واقع کتنی توسعه اگر گیت برانچ خط نمونه توسعه کنده و عشان نکن کدوم سیف نه امکان اشتباه و هیستوری معرجه ها فقط گله کامیت لیاخنی بگرن اوی نسخه استیبل خیلی سخته رول بکی خیلی سخته امکان از کار دارم چند نفر کار دارم عشان نکنی فایل تحقیقی پیدا کنم کانفلیکت گله کانفلیکت در خونه و خیلی توش دیدنیه که در واقع سالمون سراغ گیت برانچ هنیم گیت برانچ ده هیستوری کامیته در ترتمیز در آغاز رول بکی راحت داشته که میگه آقا مثلا اوی برانچ رو بگرم خب اصلا برانچ رو اصلا نه اصلا مرج نه اصلا مینه خب بعد راحت داشته که بسیار تیم ورک کار که و گلک توشته دنه اکسش آماده کنم بیابیننی از الان برانچ مینه خواهم کار دارم یو برانچ اثر بیه چه دارم اثر بیان کامیت اخلامات دارم هر کار دلم آغازه کنم بعد همه کار متوو اخواز عملیاتی بود راحت شکم بیام مرشکم به مستر مین در مورد تفاوت مستر مین چی پیام گپ تک میخوام خب و راحت پس گیت برانچ خاطیه که در واقع راحت تیم ورکی کار کنی راحت داشته کنی کانفلیکت امتر بخونی دیولوپ سایتر بود و گل قابلیت دنه مینو مستر و احتمالا پر بیستنه کسی که گیت کار داره مینو مستر پر بیستنه مین در واقع بیشتر الان هم برانچ خلنی اصلا گیت برانچ دیفالت خواهد خواه گاد برانچ دیفالت نو خواه یا مینه یا مستر خواه در واقع مین مستر ناوی برانچ دیفالت گیت که قبلا مستر رو خواه در واقع از سال 2020 بویم مین در واقع پس مستر قدیمیه در واقع لگسیه مین مدرن تره و نه سا گیت فران رو مین با یا مستر با تفاوتی باشه دوا بیش خب هنی سراغ دستورات دستورات رو بینیم چجوریه هم در خوزین فیلم دستورات انجام بدیم دینی گرنده بی دست چانل اخنه خواه من گوتنی خود گیت برانچ دیفالت خواهی بسمم مین یا مستر در واقع گیت برانچ دخستنی دیفالت ها مستر بعد همین دستوراته تقریبا گیت برانچ لیست برانچ مثلا برانچی ها نجا خب برانچ ها نشون برانچ کارنتی خواهی برانچ اصلا هایی که به ستاره نشان داده و تگه برانچ مستر ما برانچ کارنتی ما و کل برانچ لوکال من نشان داده برانچی که الان اصلا هنیش به ستاره نشان داده دستورات پس چیه گیت برانچ هم در خوازین برانچ جدید چکنی پی گیت برانچ نو برانچ لیاخنی برانچ جدید چک هم نالا ورطه برانچ تکه هم بالا بیاده خلنی گیت برانچ مثلا تست یک تکه بیاده خواستم چک اما الان گیت برانچ لیاخنم ایجا تا دو برانچ خواهی اما الان ورطه برانچ مستری فقط چه دکن نارا ورطه با نکته خیلی مهمه یه سری دستورات عملیجنی چه کار دکن ساما چه دکن انا ارتجی یه سری دستورات انا ارته یه سری دستورات فقط چه دکن و گیت
برنچ فقط چه دکن نار ارتای برنچ گیت سویچ اشاره کنی هنی ارتای برنچ یعنی چیه سویچ کنی الا اصلا مینم آوازم سویچ کنم هنی ارتای برنچه تست یک که بیالی خستم الا گیت برنچ که لیخنم دو تا بیالی خستم بفکرم ببین چه نشه گیت برنچ جا حالا دو تا برنچ خری الان همه برنچه در واقع تست ببین اشاره کنی آقا سویچ کنی و چای که و اجا آقا هم چه دکن هم سویچ دکن پس من یه سری دستوران گفتم یه سری دستوراتان ها فقط چه دکن یه سری دستوران ها انا ارتای برنچه یه سری دستوران هم چه دکن انا ارتای برنچه و دستوران وی دستورات اگر چه دکن و دستوران فقط چه دکن و دستوران بخوازم سویچ بکنم و دستوران فقط چه دکن و ارا ارتای در واقع و چه دکن و در واقع چه دکه و در واقع و چه دکه و خاطر نه اوکی حکایت بینم که کمک اونجا خواهد بفکرن و ویانا و ویانا کمک حکا بکن مشخص و حالا که کمک چی سخت فهم کنه سختر خب حالا بهتر و دستور پس برنچ نشان دادن برنچ کارنت به ستاره نشان دادن و دستور فقط برنچ چه دکن نارارت برنچه و دستور چه که و دستور در واقع فقط ارا ارتای برنچه حالا لیخنم اینو چرا دخواه گیت گیت سویچ تکه گیت سویچ گودینه چه گودینه گیت سویچ ارا ارتای برنچه اگه برنچ نه خطا داده پس گیت سویچ حتما گه برنچ هوا ببین دستورات گیت سویچ سی هم برنچ چه دکن هم ارا ارتای اگه یه جایدن لیخنم تکه سویچ تو نیو برانچ و تقلا گیت برانچ که لیخننی دم اجا چه اجا سه تا برانچ و برانچ کارنتی تا و اگر برانچ مینیمه والا اشاکی برانچ حذف کی بده پیوی دستورا در فورس که حتما حذف و لیست در واقع آخرین کامیته برانچ اشاکی بینی که بیننی گیت برنچ نشان داد و یک لخنی در واقع شو لاست کامیتی نشان داده نشان داد بعد و دیگه کل برنچ لوکال و چه نشان داده حالا من برنچ خطا ندید هم برنچ لوکال ریپوزیتوری نشان داده هم برنچ ریموت ریپوزیتوری نشان داده هر دو نشان داده پس گوتنی من یه سری دستورات خانی برنچ چه که مثل گیت برنچ ناوی برنچه یه سری دستورات خانی ارنا ارتای برنچه مثل گیت سویچ یه سری دستورات خانی هم برنچ چک هم ارا ارتای برنچه مثل گیت سویچ سی حالا یه سری دستورات چک اوت و بناج هیا بناج که دو انم چیه و آخر در مورد بخوینن پس دستورات گیت یک گیت برنچه گیت سویچ یک گیت چک اوت در مورد چک اوت بخوینن در مورد ناو برنچ که گفتم حالا اولی توضیح مختصر بدم در واقع برنچ گلا کارخانی ها من در مورد گیت فلو گپ نکنیم گیت فلو در واقع بیسی برنچ استفاده که ساچر سراغ گیت فلو هنه ویدیوهای مجزا در مورد گپ داریم ساختار ناوی برنچش خاکه معمولا من برنچه من یا فیچر ویژگی قوازن فیچر قوازن اضافه کنم مثلا وی شاپینگ گفتم در قوازن توش تگ اضافه کنم وی شاپینگ خواهم مثلا فرایدی هالیدی اما قوازن تو فیچر یه سری برنچان باگه قوازن باگه چه کنی یه سری هنه هات فیکس یعنی فکر باگه کسر سیستم هنگه
وی لحظه چه بود چه اینا مشتری ناراضیه ده کاستمر ناراضیه انا برانشون مدیره هات فیکس یه سری انا ریلیزن که آغاز نسخه بدنی ساختاری و هر کجا کن آغاز برانش فیچر شکل اول یک فیچر دنی بعد ناوی برانش آغاز در واقع باگ شکل اول فیکس در ناوی آغاز هات فیکس شکل اول هات فیکس شکل در ناو آغاز ریلیز شکل اول ریلیز بعدی ناوی بیا و قواعد نام ناوی برانش توشتک بیشتر توافقیه توشتک خیلی پابلیک نه هر کی تو رنگ ناو ده نه که معمولا به قاعده استفاده دکن